سلام، اسم من نازلیه، 26 سالمه و از ایران اومدم. چند وقتی بود که به دنبال این بودم بیلومو عمل کنم چون اصلا دوستش نداشتم. توی شبکه‌های اجتماعی دنبال یه دکتر یا یه مرکز میگشتم که به من کمک کنه تو این راه و با نیه هلت آشنا شدم. نیه هلت توی ترکیه بود، بنابراین یه ذره برای من سخت و استرس آور بود. اما بعد از اینکه باشون مشاوره داشتم متوجه شدم که خیلی سوالات منو با صبر و با جزئیات برای من توضیح میدن و همچنین بلیط هواپیما، اقامت و ترانسفر فرودگاه تا هتل رو برای من دقیق برنامه‌ریزی کردن. بعد از اینکه اومدم ترکیه، دکتر کاملا برای من توضیح داد که چه بینی و با توجه به فرم صورت برای من طراحی کرده و من بعد از دیدن طراحی خیلی خوش آمد و تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. عمل بینی من توی یک بیمارستان خصوصی بود. پرسنل و پرستارها بسیار حرفه‌ای بودن و در طول عمل اصلا منو تنها نذاشتن. و بعد از عمل هم اصلا هیچ چیزی که باعث آزار و اذیت من بشه وجود نداشت. کاملا از نتیجه راضی بودم چون که دقیقا همون چیزی بود که دوست داشتم. نه کوچیک بود نه بزرگ بود، کاملا به صورت من می اومد و باعث شد که اعتماد به نفس من خیلی 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 بیشتر بشه و من همه اینا رو مدیون نیه هلت هستم چون کمک کرد که به چیزی که میخواستم برسم و همیشه برای من خیلی راحت تر کرد. ممنونم.